وقت بخیر. رئیس جمهور غنی میگوید ولسی جرگه یک اصل مهم نظام جمهوری می باشد و هماهنگی با این قوه زیاد خواهد شد. وی در دیدار با رئیس و هیئت اداری این جرگه بر شمار از مکانیزم ها نیز توافق کرده است. ولسی جرگه بودجه وسط سال 1400 مالی را با اکثریت آرا تصویب کرد. این بودجه 459 میلیارد افغانی است که 296 میلیون آن عادی و متبقیان انکشافی می باشد. آمریکا بعد از توافق با طالبان 10 مرکز نظامیش در افغانستان را بسته است. رسانه‌های آمریکایی میگویند این مراکز نظامی در ننگرهار، بلخ، کابل، کندوز، پکتیا، لغمان، زابل و فاریاب مسدود شدند. پلیس یک دکتر را در شهر کابل به اتهام تجاوز جنسی بالای یک طفل 10 ساله بازداشت کرده است. امرالله سالی میگوید این دکتر اسدالله نام داشت و در حوزه 16 در شفاخانه ذوالفقار وظیفه داشت. و وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته در شمار از ولایات 121 تن به ویروس کرونا مصاب و 12 تن جان باختند. با ثبت واقعیت تازه شمار بیماران ویروس کرونا در کشور به 45963 تن افزایش یافته است.